ولی آقای رضا اهوازی فکر کنم یکی از مهمترین ترورهای اسرائیل میتونه باشه، برای که ایشون متخصص لینکوسه. لینکوس در حقیقت سیستم عامل شبکه است. چجوری ما الان ویندوز داریم یا مثلا اپل داریم، یک ویندوز عامل اصلا چیز دیگه داخلی برای خود حزب الله و مدیریت کل شبکات رادیویی و غیره و زیرساختای ارتباطی زیر سر آقای رضا اهوازی بوده و کشتن این به ارتباطات و فعالیت هایی که حزب الله داره در سیستم های رادیویی و غیره و بالاخره میخوام با هم ارتباط بگیرن و بیسیم و هر چیز دیگه ای، یک ضربه جبران ناپذیر میزنه. تا جایی که من دیشب حالا برام جالب شد که چون این آدم میدانی نیست، آدم نظامی نیست، آدم متخصص کامپیوتریه و متخصص سیستم عامل شبکه است. دیشب حالا داشتن نمونه این بررسی میکردن، میگفتن یه آدم بله لینوکوس میگن یا لینکوس میگن یا هر چیزی که بهش بالاخره میگن، به سیستم عامل شبکه میشه. بله درست، لینوکوس، حالا هر چیزی دیگه، سرویس هم گردید، به هر حال سیستم عامل شبکه است.